وقتی که پرسید که من نیکبختم یا بدبخت، الذين آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه بلغوا عني ولو آية وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. برادر ما عبدالواحد که الحال ما و شما را دعوت نمودند سر یک پیاله چای و به خاطر شاد شدن روح گذشتگانشان، به خاطر دیداربینی یکدیگر، الله مهربان این مقصودها و این نیت‌های نیکی را که این دادای ما کردن الله مهربان قبول گردانه و گذشتگانشان رحمت و مغفرت کند، باز هم اخلاص و میلشان و محبتشان به سوی دینش زیاد گرداند و قدوم همه شما برادران خیلی عزیز و گرامی ده الله مهربان اجر ثواب نویسانده گردانه و خطاها و کمبودیها و لغزشامون خداوند با فضل کرمش مغفرت کند. برادران عزیز و گرامی، چگونه ای که برادر ما قاری ابراهیم الله خیرش کرد در آغاز صحبتشون شکرگزاری از حضور اهل علم کردن، حقیقتا شکرگزاریم الله مهربان که امروز در هر یک محفل هایی که در هر یک معرکه ها و گوییم دعوت هایی که ما و شما شرکت داریم بسیار یک عادت خوبه، بسیار یک گوییم راه خوبی را انتخاب کردیم که با یک خوردن طعام نشست ما تمام نمیشه، بلکه تا مردم اگر یک سخنی را، معنای یک آیتی را یا یک حدیثی را یا مضمون یک شعری را که عزیزای ما و شما ایجاد کردن تا گوش نکنند، یعنی به مراد خودشان نمیرسند و ما گوییم به همون میل و با همون خواهشی که داشتند با او رسیدن نمیتونند. الله را سپاسگزاریم که مردم ما را خداوند توفیق عطیت که هرگاهی که در هر جایی که اگر یک اهل علم از قال الله و قال رسول الله آغاز کردن طاقت داشته باشند، صبر داشته باشند، محبت داشته باشند، انشاءالله این هم برادران عزیز گواهی از گوییم توفیق شما، گواهی از محبت و از میل بدین داشتن شما آگاه میکنه. زیرا برادران عزیز و گرامی یک مصرع های داشت حضرت جناب جنونی که یک نفر میگه پیش پیامبر نازنین آمد در مصرع هاش گویم که من دیگه وقتی که پرسید که
من نیکبختم یا بدبخت. حضرت مقصد از نیکبخت بودن و بدبخت بودن کسی آگاهی نداشت. این پیش پیامبر نازنین نبود که از بدبخت و نیکبخت آگاهی داشته باشد، مگر حضرت یک گوییم که یک اشاره کردن، یک دعوتی کردن که شما بدبختی و نیکبختی تونه در همین نشستی که اونجا گوییم در ما معروف و مشهور امر معروف و نهی منکر میگیم، در یک امر معروف و نهی منکر رفته اشتراک کن. اگر مائل شود دل نیکبختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. گفت اگر رفتی و در همجا نشستی بچه‌مو بسیار لذت بردی و به خودت دلت هم خرسند شد که الحمدلله رب العالمین، خیلی شب نیک، خیلی شب خوب، خیلی روز خیر که ما با یک زمره اهل علم نشست داشتیم، یک صحبت در اشتراک داشتیم، صدای فارمی مقصد قاری را شنیدیم. وقتی میگه در تو اینها که اگر پیدا شد، بچه هم بدان که تو نیکبختی. همون نیکبختیت گفت همینجا دا گفت علاکه تو را خبر داد که تو ای زمره آدمای نیکبختی. یکی در دومش گفت که دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان بخواهد. لیکن اگر بچه هم رفتی و یکی گفتن که بچه ها پند نصیحت یک آیت قرآن معنا می شود، دیگر ناراحت شدی، نفاریدت این سخن، یا طاقتی در اون محفل نشستن هم نداشتی، بچه هم گفت اینجا در دان که نفسی تو، وجودی تو و این اعتقادی که در تو پیدا شده است، این طرف به سوی عذاب خدا میبرد. برای همین برادران عزیز و گرامی، اینجا برای ما هم یک جای بگیم انا تجربه گذرانی که در ماها وقتی که پند نصیحت می شود خودمون چه تصور میکنیم. اگر مثل همون ماهیه که در دریا چقدر ببینید راحت دارد، چقدر فارمه برای او، اگر همچنان خودمون تصور کنیم، انشاءالله از روی گفته های این عزیزای خدا که هست یک محبت، یک میل، یک خواهش در ما بوده است، لیکن اگر به شرطی که عکسش باشه، پس اینجا در ما خودمون باید که تبابت کنیم که در ما درد غفلت بوده است. و گرامی، الله را باز هم سپاسگزاری میکنیم که احیانا با یک چند نفری میشینیم و از بندگیمان، از کی بودنمان، چی شدنمان با یکدیگر صحبت میکنیم. بسیار گوییم برادران عزیز و گرامی، همین جای شکرگزاری هست و دعا هم کردن در کار که خداوند همین گونه لحظه ها را بردوام نگه بداره، پاینده نگه بداره. این برادر عزیز برای منطقه های ما، برای دیار ما برکت و خیر این البته به البته میرسه.